سلام دوستان عزیز، میخوایم امروز مرغ پخته کنم، البته مرغ داشی. مواد مورد ضرورت ما است ران مرغ، البته ران مرغ، کچالو است، روغن زیتون، سویا ساس، البته سویا ساس است، سیر و زنجفیل است، البته مرچ و نمک، تخم گشنیز، و همچنان مرچ دلمه باینجانمی و پیاز می باشد. البته پیاز ما توته نکردیم، میخوایم پیاز زیاد توته کنم. البته میخوایم در آخر علاوه کنم، به خاطر پیاز ما توته نشده. اول میخوایم مرچ مساله رو علاوه کنم که باید یخته شود. البته به مقدار ذره سویا ساس، البته نمیخوایم سویا ساس زیاد علاوه کنم به خاطر که طعمش شور است. یک نمک من علاوه کردم، اگر شما خواستید میتونید زیاد علاوه نمایید. و همچنان روغن زیتون، اول اخته کنید. البته بعد از یک ساعت دو ساعت بعدا داخل داشت بگذارید مواد مخلوط شود با البته من دوست دارم کچالو رو علاوه کنم، چون میخوام کچالو با مواد اخته نمی شود. یعنی اخته شود کچالو. البته مدت نیم ساعت یا یک ساعت بگذاریم. البته داخل افزار میتونیم بگذاریم، چون من نمیخوایم بگذارم به خاطر که من میخوایم پخته شود. شما میتونید داخل افزار بگذاریم، بعد از یک ساعت، بعد از نیم ساعت یا یک ساعت میتونید داخل داشت بگذاریم. امیدوار هستم از ویدیو خوشتون بیاید و مورد استفاده که واقع شود. البته اگر از ویدیو خوشتون آمد لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. البته این مرغ داشی هست. میخوایم که میکس شود. قالب مادر ما هستم، میخوایم که داخل قالب بگذارم.
داش ما به اندازه 205 درجه سانتیگراد است. میخوام که داخل داش بگذارم با مدت نیم ساعت. دوستای عزیزم بانجانرومی پیاز اضافه کردیم. چند دقیقه داش میذاریم که پیاز و بانجانرومی هم پخته شود. ده دقیقه میذاریم تا بانجانرومی و پیاز پخته شود. بعد چکن مرغ آماده هستم. اگر از ویدیو خوش آمد لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. تشکر. مرغ گوشتی آماده است. آماده خوردن است. چند دقیقه. اگر از ویدیو خوش آمد لایک و سابسکرایب فراموش نکنید.